دیوانه بازی. نویسنده کریستین بوبن. مترجم پرویز شهدی. انتشارات نشر چشمه. سال انتشار 1382. راوی فرناز ارشین. ویرایش ساسان قره‌داغی. تعداد صفحات 124 صفحه. موضوع رمان. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com فایل صوتی اول. اولین معشوقم دندانهای زردی دارد. در چشمهای 2 ساله 2 سال و نیمه من وارد شده. از مردمک چشمهایم تا درون قلب دختر بچگانم لغزیده و آنجا سوراخش، آشیانش، کنامش را ساخته است. الان هم که دارم با شما حرف میزنم هنوز آنجاست. هیچ کس نتوانسته از جای او را بگیرد. هیچ کس نتوانسته به این ژرفی در وجودم نفوذ کند. من زندگی عاشقانه‌ام را از 2 سالگی با مغرورترین عاشق‌های دنیا آغاز کردم. معشوق‌های بعدی نه شأن و شوکت او را داشتند و نه هرگز خواهند داشت. اولین معشوقم یک گرگ است. گرگی واقعی با موهای بلند، بوی خاص، دندانهای زرد عاج مانند و چشمهای زرد به رنگ گل میموزا. لکه‌های زرد ستاره مانندی در کوهی از موهای سیاهش دارد. پدرم و مادرم فریاد زنان از کاروان بیرون میپرند. شب است. چراغ‌های داخل بقیه کاروان‌ها یکی پس از دیگری روشن میشود. همه بیرون میریزند. دلقک، چابک سوار، شعبده باز، زنها، بقیه بچه‌ها. همگی یا لباس خواب به تن دارند یا پیژامه. عده‌ای هم نیمه عریانند. همه مرا صدا میزنند. خم میشوند، زیر کامیون‌ها را نگاه میکنند. ببینم من برای بازی کردن زیر آنها پنهان نشده باشم و بعد هم همانجا خوابم برده باشد. تا به حال چندین بار این اتفاق افتاده. دور میشوند و میروند به میدان دهکده. باز هم صدایم میزنند. حالا دیگر صدا نمیزنند، نعره میکشند. چراغ‌های خانه‌های اطراف روشن میشود. مردم عصبانی‌اند، فریاد زنان اعتراض می‌کنند و تهدید کنان می‌گویند پلیس را خبر خواهند کرد. خاله‌ام مرا پیدا می‌کند، بیدرنگ می‌دود به طرف کسانی که در جستجویم هستند. آنها را وادار به سکوت می‌کند و با اشاره به آنها می‌گوید دنبالش بروند، به ویژه ساکت باشند. حالا همه کارکنان سیرک به قفس نزدیک می‌شوند. در قفس نیمه باز است. من روی کاههای کف آن که از ادرار زرد شده دراز کشیدم. چشمهایم بسته است. سر کوچک بچگانه‌ام را روی شکم گرگ گذاشتم. در خوابی آرام و عمیق فرو رفتم. گرگ را از جنگل‌های لهستان آورده بودند. وقتی داشتند چادر بزرگ سیرک را برپا می‌کردند، او را به تماشا می‌گذاشتند تا تماشاچی‌ها را جلب کنند. او در هیچ یک از برنامه‌های سیرک نقشی نداشت. گرگ را نمی‌توان رام کرد. مردم بچه‌شان را می‌آورند تا شاهزاده سیاه‌پوش افسانه‌های جن و پری را، حیوان وحشی شکوهمند را نشانشان دهند. حقیقت را به آنها نمی‌گفتند که این حیوان از یک خرگوش هم ملایم‌تر و مهربان‌تر است. که چابک سوار سیرک توی دستش به او غذا می‌دهد و هرگز کار خطرناکی و حتی غرشی از این کوه موهای بلند و ستاره‌های زرد دیده یا شنیده نشده است.
نوشته با حروف قرمز بالای قفسش چسباندن. گرگ ناحیه کراکووی. مردم از این نوشته بیشتر هراس داشتند تا خود حیوان که ته قفسش خوابیده بود. ولی از دیدنش خوشنود بودند. همین نوشته به عنوان دلیل برایشان کافی بود. اسمها هستند که ترس ایجاد می‌کنند. اشیا بدون اسم هیچ چیز، حتی شی هم نیستند. بنابراین همه به شکل نیمه دایره جلوی چشمانداز دختر بچه‌ای که توی بغل گرگ خوابیده جمع شدند. درست است که خطرناک نیست، ولی هر چیزی حد و اندازه‌ای دارد. پدر وارد قفس می‌شود و موقعی که می‌خواهد مرا بغل کند، گرگ سرش را بلند می‌کند. فقط سرش را. هیچ حرکتی نه به شکمش می‌دهد و نه به دست‌ها و پاهایش. انگار نمی‌خواهد کاری کند که بیدار شوم. برای اولین بار شروع می‌کند به غریدن و دندان‌های زردش را نشان می‌دهد. پدرم یک بار دیگر سعی می‌کند مرا از روی شکمش بردارد. غرشی بلندتر و واضح‌تر با دندان نشان دادنی که حتی لثه‌هایش را هم آشکار می‌کند. پدرم عقب می‌نشیند و به دیگران می‌پیوندد. همه به فکر فرو می‌روند، با هم صحبت می‌کنند. رام کننده حیوان‌ها می‌گوید این کار من است. می‌روم و می‌آورمش. همان واکنش به اضافه به هم خوردن فک‌ها و دندان‌ها. به این نتیجه می‌رسند که صبر کنند. ساعت‌ها در سکوت یکی پس از دیگری سپری می‌شود. همگی آنجا جلوی قفس جمع شدند و از سرما می‌لرزند. منتظر لحظه‌ای هستند که گرگ به خواب رود. این صحنه تا صبح ادامه می‌یابد. گرگ تا سحر مراقب خواب من است. وقتی بر اثر نوازش اولین پرتوهای سرد روشنایی چشمهایم را باز می‌کنم، کش و قوسی به خودم می‌دهم و شروع می‌کنم به بلند شدن. گرگ به ملایمت از من فاصله می‌گیرد. می‌رود ته قفس تا استراحتی بکند که سزاوارش است. من بیدرنگ از قفس بیرون نمی‌آیم. با آدم‌هایی که بیرون قفس پشت میله‌ها ایستادند و به چهره‌های رنگ پریده‌شان نگاه می‌کنم. می‌خندم، آواز می‌خوانم و از این خواب خوش و ژرف کاملا سر حالم. دستم را می‌گیرند، با دست و با روی کپل‌هایم می‌زنند و یک هفته هم در کاروان زندانیم می‌کنند. از آن پس مراقبم هستند، چشم از من بر نمی‌دارند. 10 بار در روز می‌روم ببیند در قفس بسته است یا نه. ولی نمی‌توانم مانعم شود که ساعت‌ها جلوی قفس ننشینم. به محض اینکه دیگر مراقبم نیستند دستهایم را از لای میله‌ها میبرم توی قفس تا گرگ آنها را بلیسد. شب پیش از اینکه بخوابم پدرم باید با لباس خواب مرا جلوی قفس ببرد تا چند دقیقه به این چشم‌های زرد خورشید مانند در ظلمت شب نگاه کنم. جلو بروم و در این چشم‌ها غرق شوم. نزدیک‌های آرل که رسیدیم گرگ مرد. آن موقع 8 ساله بودم. با ملایمت تمام و خیلی با احتیاط آمدم مرا از مرگش با خبر کند. انگار بخواهم به ژنرالی خبر شکست بزرگ سپاهیانش را بدهند. من حرفی نزدم. کاروان پیش از رسیدن به آرل ایستاد. در زمین گسترده‌ای که غرق گل‌های شقایق بود، مردها بیل‌ها را برداشتند. من جلو می‌رفتم تا نشانشان بدهم کجا خاکش کنند. گوشه‌ای را که به دلیل رویدن شقایق‌ها از همه جا خونین‌تر بود، انتخاب کردم. گودالی کندند. به مادرم پرخاش کردم. سرانجام تسلیم شد و به خواست من تن در داد. پیژامه‌ام را توی گودال گذاشتند و گرگ را در آن پیچیدند. پیش از اینکه صورتش را ببینم عطرش را می‌بویم. پیش از بویدن عطرش صدای پاهایش را روی سنگریزه‌ها می‌شنوم. صدای پاهای زنانه، پاشنه بلند نوک‌تیز، راه رفتنی مطمئن، عصبی، تیپ تاپ و بعد سکوت. رایحه گل بنفشه و توتون طلایی، چهره‌ای که روی چهره من خم می‌شود و صدای خشن با طعن لبخندی در لابلایش. اینجا چه می‌کنی، کوچولو؟ آنجا 8 یا 15 کیلومتری آرل است. گرگم در شیب بالای دهکده آرمیده است. شاید هم پایین دهکده.
ساعتها راه رفتم بیان که آن تکه زمین غرق در شقایق را پیدا کنم. شب پس از تمام شدن برنامه سیرک را افتادم. به مادرم گفتم امشب را که اولین شب پس از مرگ گرگ است میخواهم پیش چابک سوار بخوابم. پدر مادرم را بوسیدم. با پیژامه از کاروان بیرون آمدم. پیژامه نو، چون آن یکی زیر خاک تن گرگ بود. از 2 پله کاروان پایین آمدم. در را به ملایمت بستم تا دوقلوها را بیدار نکنم. وانمود کردم دارم میروم به طرف کاروان چابک سوار. هیچ کس نگاهم نمی کرد. همه یا توی رخت خواب بودن یا جلو تلویزیون. پشت قفس شیرها نشستم و 1 ساعت منتظر ماندم. بعد 2 ساعت دل شب بود. وقتی راه افتادم شیرها خوابیده بودن. با دمپایی و پیژامه بودم. سیرک در حومه چسبیده به آرل مستقر شده بود. 1 کیلومتر که رفتم بیرون از شهر بودم. نیم ساعتی بیشتر وقت لازم نداشتم. به اندازه‌ای که برای آخرین بار به او بدرود بگویم و کوهی گل و میوه روی گورش بگذارم. به علت تاریکی هوا به ناچار گلهای کوچکی چیدم که رنگ و درخشش گلهای مورد علاقه‌ام را نداشتند. میوه ها را هم از باغ‌های سر راهم دزدیدم. هر بار هم ارکستری از اوه سگ‌ها شروع به ترنم می‌کرد. مرده‌ها مسافرهای بزرگی هستند. نیاز به غذا دارند. دلم نمی‌خواست گرگم فقط گلهای شقایق را بخورد. هرچه که می‌توانست سر راهم شکوفا شود، می‌توانست به او نیرو ببخشد. خستگی از بازوهایم شروع شد. چیزهایی که می‌خواستم تقدیمش کنم رفته رفته سنگین‌تر می‌شد. موقع ورود به دهکده، گلهای مروارید، داوودی‌ها و هلوها مثل سرب توی دستهایم سنگینی می‌کردند. تصمیم گرفتم کمی استراحت کنم. از پرچینی بالا رفتم. روی نیمکتی سنگی دراز کشیدم. نگاهی به خانه و به کرکره‌های بسته انداختم. از سگ‌ها خبری نبود. می‌توانستم بدون نگرانی کمی بخوابم. آنجا بود که زن پیدایم کرد. اینجا چه می‌کنی کوچولو؟ پیش از اینکه جواب بدهم به دقت صورتش را برانداز می‌کنم. زنی از چاق. زن‌های چاق ظریف‌ترین صورت‌ها را دارند. به چشم‌های بادامی و گونه‌های چینی مانندش نگاه می‌کنم. جواب می‌دهم بیان که صدایم را بشنوم. اسمم پرون است. پرون آرماندون. می‌توانید بگویید کجا هستم؟ من خوابگردم. بیشتر وقتها برایم اتفاق می‌افتد که در حالت خواب از خانه بیرون بیایم. پدرم این را به من گفته است. با او تنها زندگی می‌کنم. می‌توانید فردا به او خبر بدهید. امشب خانه نیست. مشغول کار است. توی جاده. زن لبخند می‌زد و به گل‌ها و میوه‌ها که مثل متکا نزدیک سرم روی نیمکتم باشته شده نگاه می‌کند. با دیدن پیژامه‌ام خاطر جمع می‌شود. داستانم را می‌توان باور کرد. دستم را می‌گیرد و می‌بردم توی خانه‌اش. مطمئنی که همین حالا نمی‌شود با پدرت تماس گرفت؟ بله، مطمئنم. پدرم راننده کامیون است. دامها را برای بردن به کشتارگاه حمل می‌کند. امروز صبح رفت به اسپانیا تا گاوهای نر را بیاورد. الان باید در بلژیک باشد. فردا برمیگردد. خانه‌مان در کوچه کاترروز نزدیک شهرداری آرل است. به نظرم خیلی در خواب راه رفتم چون خیلی خستم. میتوانم امشب را در خانه شما بخوابم؟ پرنده بیدارم میکند. یا تصور میکنم یک پرنده است. به خودم میگویم عجیب است چطور پرنده آلمانی حرف میزند. پرنده شوبرت است. شوبرت همه جای خانه در حال پرواز است بدون توقف. در همه گوشه و کنارها. از اتاق بیرون میروم. میزبانم مرا به آشپزخانه میبرد. برایم صبحانه آماده میکند. به ژاندارمری تلفن کردم. از آنها خواستم به محض اینکه پدرت را مطلع کردم به من خبر بدهند. بوی اتکلن همچنین توتون طلایی میدهد. مثل پرنده‌ها که آواز میخواند حرف میزند. یک ریز و پشت سر هم. افسونم کرده است. به حرفایش گوش میکنم بیان که بشنوم چه میگوید. تا به حال این امر دستگیرم شده است.
آدم یا بیدرنگ از کسی خوشش میآید یا هرگز خوشش نمیآید. از او بیدرنگ خوشم میآید. پرستار است. از عیادت مریضی برمیگشت که مرا روی نیمکت حیاطش دید. روزها این طرف و آن طرف برای آمپول زدن میرود. گاهی هم اگر ضروری و فوری باشد شبها. پولی را که از آمپول زدن به دست میآورد برای خریدن صفحه موسیقی خرج میکند. همه جای خانه مجهز به بلندگو است. صفحه‌ای از واگن را توی سالن روی گرامافون می‌گذارد و بیدرنگ اتاقها، دفتر کار و سالن به کمک بلندگوهایی که همه جا پنهانی کار گذاشته شده است، از نوای طلایی رود راین سرشار می‌شود. می‌گوید به این ترتیب غذا خوردنم، راه رفتنم، خوابیدنم و حرکت کردنم غرق در این موسیقی است. بقیه زنها در خانهشان یا گربه نگه می‌دارند یا از شوهرشان پذیرایی می‌کنند. من هم واگن را دارم، هم راو و هم شوبرت را. همه جا حضور دارند و مثل گربه ها سبک و چابکند. با این همه شوهر هم دارم. شوهر واقعی. بیا ببین. دستم را میگیرد و میبردم کنار دری که نیمه باز است. اتاق خوابی با تخت خواب 1 نفره، پایه بلند، لحافی قرمز روی آن و زیر لحاف ترکیب 1 آدم. از من دعوت میکند بروم تو. بیدارش نمی‌کنی. قرص خواب خورده است و زودتر از ساعت 2 بعد از ظهر بیدار نمی‌شود. میروم جلو. کمی میترسم. چهره‌ای را میبینم توی متکا فرو رفته. به سرعت برمیگردم توی راهرو. پرستار طوری نگاه میکند که انگار زیباترین هدیه‌های دنیا را به من داده است. میبینی کوچولو؟ اون ذوق علاقه به موسیقی را به من داده است. قناد بود. حالا بازنشسته است. او را در یکی از عیادت‌ها ملاقات کردم. جزو اولین بیمارهایم بود. شوخ‌هایمان شبیه هم بود. مردم را تر و خشک می‌کردیم. او برای خنده‌ها و من برای اشک‌ها. دچار افسردگی بود. می‌دانی افسردگی یعنی چه؟ تا به حال کسوف دیده‌ای؟ خب این هم مثل آن است. ماه جلوی قلب میاد و قلب دیگر نوری از خودش نمی‌پراکند. روز روشن تبدیل به شب تاریک می‌شود. افسردگی هم ملایم است و هم ظلمانی. او تا حدی از آن رهایی یافته. ظلمت رفته است و ملایمت باقی مانده. شوهرم شیرینی‌های معرکه‌ای درست می‌کرد. کلیساهای واقعی از شکلات. هنوز گاهی برای من از آنها می‌سازد. اگر امروز بعد از ظهر هم اینجا باشی از او می‌خواهم برای من شیرینی ناپلونی درست کند. می‌دانی کوچولو، شیرینی‌پزی و عشق مثل همند. پای تراوت در میان است و همه مواد آن، حتی تلخ‌ترینشان، به شیرینی دلپذیری تبدیل می‌شوند. از حرفایی که می‌زند زیاد سر در نمی‌آورم. اصلاً سر در نمی‌آورم. صدای پرنده مانندش را می‌شنوم و ناگهان می‌زنم زیر خنده. بیان که تعجب کند حتی با خوشحالی نگاهم می‌کند. از ژاندارمری تلفن می‌کند. در دفتر راهنمای تلفن کسی به اسم آرماندو وجود ندارد. هیچ جا. چیزی نمیگویم. اخمهایم را هم در هم میکشم. دوست دارم چند ساعت دیگر اینجا کنار این پرنده های آلمانی بمانم. برای اولین بار است در عمرم که از این نوع آهنگ ها میشنوم. ترانه های آلمانی. حقیقت دارد که آدم میتواند میان این زمزمه های آهنگین راه برود. آدم در آنها آزاد و شاد است. با پرتو کوچکی از ماه در قلبش. پدر و مادرم سرانجام متوجه غیبتم شدند. به ژاندارمری تلفن می‌کنند و مشخصات مرا می‌دهند. آنها شماره تلفن پرستار را به پدر و مادرم می‌دهند. و کاروانی که راهی شهر دیگری شده بود برمیگردد و میرسد به کوچه‌های دهکده. زنگ می‌زنند. پدرم میآید توی راهرو با پرستار حرف می‌زند. اسم واقعیم را به او می‌گوید. بدون اینکه چیزی به من بگوید مرا در آغوشش میگیرد. از پرستار تشکر میکند و باز هم بیان که حرفی بزند میگذاردم توی کاروان. فرصت نکردم از شیرینی ناپلونی قناد افسرده حال بچشم. دیگر هرگز به آر برنگشتم. میدانم که مرده ها همیشه مرده نمیمانند.
می‌دانم که مرده‌ها در دنیایی هستند که پرتو نازکی از نور آنها را از دنیای ما جدا می‌کند. گاهی سر گرگی را می‌بینم که از پرده نازکی نور می‌گذرد. لبخند می‌زنم. چشم‌های زرد را میان روشنایی طلایی نگاه می‌کنم. گریزها پس از مردن گرگ آغاز شد. پدر و مادرم اینطور ادعا می‌کنند. به گمان من از خیلی جلوتر از آن آغاز شده بود. فقط چندان آشکار نبود. ساعتها به آتش زیر خاکستر در چشم‌های یک گرگ چشم دوختن، یعنی به آن سر دنیا سفر کردن. امروز هم اگر بخواهم در این اتاق کوچک با دیوارهای سفید به سفر بروم، به پنجره نزدیک می‌شوم و مدت زیادی به آسمان چشم می‌دوزم. تا جایی که امکان دارد، تا موقعی که چیزی شبیه گورگرفتگی و ملایمت یک گرگ را حس کنم. به صورت معشوق‌هایم نیز مثل این گوشه آسمان نگاه می‌کردم و در جستجوی همان چیز بودم. گرگ است که مرا از آدم‌ها خاطر جمع می‌کند. می‌دانم میان سال‌های 1940 تا 1945 در لهستان چه گذشته است. مادر بزرگم برایم تعریف کرده است. هر کس قصه‌های دایه‌اش را دارد و هر فردی ماجراهای ریشابی را شنیده است. می‌دانم به سر یهودی‌ها، کولی‌ها، همجنسبازها و بقیه چه آوردند. این را هم می‌دانم که این کاری است که آدم‌ها کردند و هیچ گرگی هرگز قادر به انجام آن نبوده است. در دنیا 3 نژاد مهم وجود دارد: بیابانگردها، یکجا ساکنها و بچه‌ها. بچه‌ها و گرگ‌ها برادرانم هستند و هنوز هم چه از نظر خونی و چه از نظر اندیشه جزو آنها هستم. پس من در 2 سالگی یا 2 سال و نیمی در گهواره یک گرگ به دنیا آمدن را آغاز کردم. پیش از آن را نمی‌دانم، نمی‌توانم بدانم. پیش از آن انتظار می‌کشم پدر و مادر از من مراقبت می‌کنند و آنچه از شیر گرفته تا نان و خنده لازم است به من می‌دهند. وقتی می‌گویم پدر و مادر، منظورم فقط پدر و مادر خودم نیستند. پدرم در سیرک مردی است همه‌کاره. بازوانی عضلانی دارد، مچ دست‌های قوی و ناخن‌های سیاه. اگر بخواهم به یاد او بیفتم، چهره‌اش نیست که ابتدا جلو نظرم مجسم می‌شود. بازوانش، مچ‌هایش و دست‌هایش است. همه اعضایی که مرا با خود حمل می‌کنند، اگرچه از بادکنک‌های بزرگ کلوف و چندرنگی که خرس‌ها بر روی آنها سوار می‌شوند و با پنجه‌هایشان به جلو می‌رانند سبک‌ترم. همیشه سر و پایش غرق عرق است. همیشه دارد زیر موتور کامیونی می‌خزد یا همچون شبحی دارد میان پارچه روی هم تا شده چادر سیرک جابجا می‌شود. یا دارد صندوق‌هایی، لاستیک‌های کامیونی یا تخته‌هایی را بلند می‌کند. من زنگ تفریحش هستم. وقتی از بلند کردن صدها تن وسایل گوناگون خسته می‌شود، خنده‌کنان مرا در آغوش می‌گیرد. با قلب چنگرمیم به هوا پرتابم می‌کند. نزدیک زمین می‌گیردم و غرق بوسه‌هایی می‌کند که به طرز دلپذیری آغشته به عرق است. مادرم، خنده‌اش را می‌شنوم. صدای خنده‌اش همه جا میان کاروان‌ها طنین انداز است. مثل پرنده‌ای که از جزیره‌ها آمده باشد. بله، اینطور است. خنده مادرم هر جا که سر دهد بیدرنگ تمام دنیا را پر می‌کند. مانند آواز پرنده‌ای که به ناگهان فضای جنگل را از زمین پوشیده از برگ‌های خشک قهوه‌ای گرفته تا آسمان لکه‌دار خاکستری آبی را لبریز می‌کند. مادرم به گمانم دیوانه است. برای همه بچه‌های دنیا آرزو می‌کنم مادر دیوانه‌ای داشته باشند. اینها بهترین مادرانند و بهتر از همه هماهنگ با قلب‌های وحشی بچه‌ها. دیوانگی‌اش را از سرزمین آبا و اجدادی‌اش، ایتالیا، به ارث برده است. در ایتالیا هرچه را داخل است بیرون می‌گذارند. از رخت‌هایی که باید خشک شود تا دل‌هایی که باید شسته شود. همه را روی طنابی که در 2 طرف کوچه میان 2 پنجره آویزان است پهن می‌کنند. و چندین بار در روز در برابر همسایه‌ها میان اپرای پایان ناپذیری از فریادها و خنده‌ها آنها را می‌شمارند. اینها در ظاهر خیلی شادی‌آور است. فقط در ظاهر. ایتالیایی‌ها آدم‌های غمگینی هستند. بیشتر از آن که واقعا به زندگی کردن علاقه‌مند باشند، ادای آن را در می‌آورند. بوی مرگ و نمایش می‌دهند. پدرم وقتی می‌خواهد مادرم را عصبانی کند این حرف‌ها را می‌زند. اسم زادگاه پدرم را نمی‌دانم. زادگاه پدرم سکوت است. پدرم وقتی شب به خانه برمیگردد مثل همه مردهای دیگر است. مردهای عبوس، بی حرف. پدرم مثل یک گرگ است.
آتشی که در رگ‌هایش جریان دارد در چشم‌هایش متمرکز است، نه در لب‌هایش. مادرم مثل یک گربه ماده است، مثل یک گنجشک، مثل پیچک، مثل نمک، مثل برف، مثل گرده گلها. چابک سوار سیرک عاشق مادرم است. رام کننده حیوانات هم عاشق مادرم است. همه در این دنیای سیرک عاشق او هستند. مادرم هم اجازه میداد عاشقش باشند. این بهترین وسیله برای نگه داشتن پدرم در کنارش است. تا این آتش‌های شعله‌ور در اطرافش. عشق مثل سیرک دایره‌ای می‌سازد. با خاکره فرش شده و زیر پاهای برهنه نرم است و زیر پارچه قرمز متورم از باد درخشان. دایره ساده است. هر قدر دوست داشتنی تر باشید، بیشتر دوستتان خواهند داشت. اصل قضیه در آغاز آن است. در دوست داشته شدن برای اولین بار. به ویژه نباید با آن فکر کرد. نباید در جستجویش بود. نباید آن را طلب کرد. دیوانه بودن و به دیوانه بودن اکتفا کردن. خندیدن با چشمهای گریان و گریستن با لبهای خندان مردها را به سوی آدم جلب می کند. حاشیه جنون آنها را به طرف خود می کشاند و فریفته آن کسی می شوند که حتی دغدغه مورد خوشایند بودن را به خود راه نمی دهد. بعد دیگر همه چیز رو به راه است. در دایره عشق می چرخید و می رقصید. شوهری در آغوش دارید تا تعادلتان را از دست ندهید. شوهری که ساکت به همه کس چشم قره می رود. این دو نفری را که به شما نشان دادم بخشی از پدر و مادرهایم هستند. خانواده‌های بی‌نوای یک جا ساکن. همواره شما را لاغر، چنان لاغر یافتم که آدم دلش به رحم می‌آید. تنها یک پدر و یک مادر برای آدم کافی نیست. باید دست کم 10 تا، 20 تا داشته باشد. و این چیزی است که من همیشه داشتم. وقتی پدر و مادرم برایم کفایت نمی‌کنند، می‌روم به سراغ دلقک یا بندباز. در گذشته پدر و مادرهای دیگری هم برای 1 یا 2 هفته برای خودم انتخاب کرده بودم. در آن واحد در 13 خانه بزرگ شدم. اگر کسی بخواد واقعا گریزهای مرا تاریخ گذاری کند، باید از اینجا شروع کند. یادم رفت اسمم را به شما بگویم. خیلی خوب. اسمم اوروره است. خب دیگر، حالا همه چیز را می‌دانید. نه، شوخی می‌کنم. اسمم بلادون است. علاوه بر این، ماری، لودمیلا، آنژل، امیلی، آستره، باربارا، آماندا، کاترین، بلانشه هم هست. هرقدر اوضاع وخیم‌تر می شود بیشتر دوست دارم بخندم. این را از مادرم به ارث بردم. نام خانوادگی از همان بدو تولد روی شما می افتد و هرچه سن می گذرد سنگین‌تر می شود. مثل باران ریزی که زیر کلفترین لباس‌ها هم نفوذ می کند. خیلی زود یاد گرفتم اسمهایی برای خودم اختراع بکنم. این کار باعث می شود ژاندارم‌ها با دشواری بیشتری خانواده‌ام را پیدا کنند و برای خودم فرصت بیشتری ایجاد می کرد. همیشه به زمان احتیاج داشتم تا بتوانم کارهایی را که دلم می خواهد انجام بدهم. چه کاری؟ هیچ کار. نگاه کردن و باز هم نگاه کردن. مردهایی که گمان می کنم مرا شناختند، اگر روزی با هم ملاقات کنند، می توانند ساعتها درباره من حرف بزنند. بیان که هرگز متوجه شوند که درباره همان شخص دارن حرف میزنن. با هر کسی با اسم جدیدی خودم را معرفی میکردم، همانطور که آدم لباس یا عطرش را تغییر میدهد. و البته هیچ وقت اسم حقیقیم را نمیگفتم. تازه یک اسم واقعی به چه کار میآید؟ من همیشه از این داستان مسیح خوشم میآمده که سر راهش با دوستانش که برخورد میکرده اسم خانوادگیشان را میپرسیده. بعد بیرو در باستی به آنها میگفته اسمتان از این پس این یا آن خواهد بود. نامی جدید به کسی دادن، مثل تزریق کردن خون تازه است به او. اقدامی عاشقانه، امتیازی برای عشاق. برای شما این نام کلی را انتخاب میکنم. آن را روی کاغذ امتحان کردم و میبینم خوب به من میآید. فوک، این نزدیکترین اسم به قلبم است. از این گذشته، بین خودمان بماند. با آدم اجازه می‌دهد جمله‌های دلپذیری بنویسد. تصورش را بکنید. فوک کوچولو میان علف‌های بلند شروع کرد به دویدن. با شغل دوم پدرم به خیلی از گورستان‌ها سر زدم. حتی همانجا بود که به ادبیات علاقه پیدا کردم. سنگ‌های غرب شبیه روی جلد کتاب‌ها هستند. به همان شکل مستطیل. و گاهی هم جمله کوتاه روی آنها. مثل روی نوارهای قرمز تبلیغاتی. تقدیم به تو برای ابد. عنوان کتاب برای مرده‌ها به جای نام خانوادگی است. آنجا نوشته شده تا همه چیز را در خود خلاصه کند.
من زندگی را خواستم که کسی نتواند آن را خلاصه کند. زندگی مثل موسیقی، نه مثل سنگ مرمر یا کاغذ. با این همه می توانم اسم کوچکم را به شما بگویم. اسم کوچک سبکتر است. آدم با آن احساس راحتی بیشتری می کند. لوسی. این اسم کوچکی است که می تواند به عنوان کلمه راهنما به کار رود. بنابراین من در این جابجا شدنهای دائمیم کاری نکردم جز به دنبال مادر ترمیدیم رفتم. درآمد و شدهای خستگی ناپذیرش. ساعت 6 صبح است که دارم می نویسم. هتل ساکت است. 15 روز است اینجا هستم. دنبال جایی می گشتم که هیچ اتفاقی در آن نیفتد. آن را یافتم. هتل دزابی، نزدیک فونسین لوبا، در ژوارا. زنبورهای عسل را دوست دارم. اینجا اقامت کردم تا عسل مرکب تنهایی و سکوت را تهیه کنم. باید همه جا در پاریس دنبالم بگردند. به طور حد از فرودگاه با آنها تلفن کردند تا غیبتم را خبر دهند. فیلمبرداری بدون من نمیتوانست انجام شود. البته این چیزی است که آنها میگفتند. عجیب است که آدم برای نگه داشتن مردم چه حرفای احمقانه‌ای میتواند بزند. و باز چقدر عجیب است که مردم حرفای احمقانه‌ای را که با آنها گفته میشود باور میکنند. عزیزم، قشنگم، تو خوشگل‌ترینی، بهترینی، وجودت خیلی ضروری است. خب دیگر چه؟ اولین فیلم منتقدها را فریفته بود. من در آن فیلم نقش درجه دومی داشتم. ولی همه صحبت‌ها درباره من بود. فیلم دوم به طور حد موفقیت دومی خواهد بود. فیلمبرداری در کانادا انجام می‌شد. دستمزد فیلم اولم را گرفتم. شمردم. با این پول می‌توانستم 3 سال در ژوارا به سر برم. شاید هم 4 سال. بعد خواهم دید. از اینجا صدایشان را میشنوم. غیر مسئول. خام. بلهوس دختر بچه لعنتی کلمه حقیقی را پیدا نخواهند کرد. تنها کلمه‌ای که در فرهنگ لغاتشان نیست. چون در زندگیشان وجود ندارد. آزاد. از ساعت 6 تا 7 صبح از پنجره سفیدی بیرون میپرم. میروم بیرون و پس از بوسیدن گرگم، پس از به جا آوردن حق اساسی و اولیه هر آدمی که روی زمین زندگی میکند، یعنی ناپدید شدن، برمیگردم. آدم متوجه ناپدید شدنش نمیشود. نوشتن بچه دیگری از این حق است. بیشک کمی پرگویانه، ولی کاملا عملی. در این کار تنها نیستم. خیکی هم با من است. با من حرف میزند و من هم به حرفهایش گوش میدهم. اتاق کوچک است. ولی خیکی جای زیادی را نمیگیرد. توی یک نوار کاست و یک دستگاه پخش صدا جا می شود. خیکی باخ است. ژان سباستیان. من همیشه به کسانی که در زندگی چیزی بخشیدن اسم جدیدی دادم. و خیکی در اواسط عمر چند سالم خیلی چیزها به من داده است. تا به حال تصویر باخ را دیده اید؟ با شکم گرد و برآمده‌اش مرا به یاد ماده گربه آبستن می اندازد. روحش هم باید ابعاد جسمش را داشته باشد. روحش به بزرگی شکمی بوده که هزاران بچه گربه را در خود جا می داده. او در سراسر عمرش هزاران نط زاییده است. نیاز به آفریدن در روح مثل نیاز به خوردن در جسم است. روح یک گرسنگی است. با گذشت زمان توانستم 2 گونه خلق کننده را بشناسم. فقط 2 گونه. لاغرها و چاقها. کوچک کردن نقطه جای گذاشتن بودند. جاکومتی، پاسکال، سزان و آنهایی که به روی هم انباشتند. بی اندازه بزرگ کردن و ولع داشتن و آوردند. پیکاسو و این یکی باخ. خیکی سرشار از نوت بوده است. اگر من موسیقیش را به همه کسان دیگر ترجیح می دهم، به این دلیل است که از احساس رهایی یافته است. نه اندوه، نه ترس و نه دلتنگی. فقط ریاضی نوت‌ها مثل تیک تاک پاندول است. مثل زندگی که درون زندگی می خزد. مادرم شروع کرده از طولک رفتن. در آغاز جور رنگگونه‌هایش متوجه چیزی نمی‌شوم. دیروز شیری رنگ مثل مهتاب. امروز صورتی مثل هلو. بعد هم به چشم‌هایش سرایت کرده است. مثل پرکاهی است در حال پرواز در سراسر روز. درخششی که به هیچ چیز شبیه نیست. نگین درخشان کوچکی مثل موقعی که آدم منتظر عید میلاد مسیح است. یا مثل موقعی که شراب گازدار
در بازار مکار نوشیده است. اتاق من در کاروان مثل لانه کوچکی است بالای اتاقک کامیون. شب پس از مراسم خاکسپاری گرگ توی رخت خوابم میخزم و از پنجره کوچک بیضی شکلی که در سقف اتاقم کار گذاشته شده آسمان را نگاه میکنم. اسم ستاره ها را میدانم. سنشان را هم همینطور. وقتی دلقک اسم آنها را به من گفت زیاد تعجب نکردم. آنها دارای آن نوع شادمانی هستند که فقط به سراغ زنهای سال خورده می آید. آنقدر نگاهشان می کنم که پلکایم شروع می کنم به سنگین شدن. هرقدر بیشتر نگاهشان می کنم بیشتر می درخشند. انگار از قانون دلربایی و اشوه‌گری پیروی می کنند. بنابراین در این زیبایی رو به افزایش، ستاره، مادر، چیز عجیبی نمی بینم. از آنجا که مورد تحسین همگی است، همان روشنایی را به جهان می بخشد که نثارش می شود. آنچه باعث می شود هوشیار شوم، این است که این زیبایی پس از افزایش یافتن در صورت، در بدن مادرانه فرود می آید و تبدیل به کندی حرکات می شود. همیشه کند بوده است. وقتی اعلام می کرد به زودی می توانیم پشت میز بنشینیم و غذا بخوریم. من و پدرم می دانستیم که معنیش این است. هیچ چیزی پوست کنده و خرد نشده. هیچ سیب زمینی توی قابلمه پرآبی که هنوز به جوش هم نیامده انداخته نشده. و اینکه اگر همه چیز به خیر و خوشی برگزار شود 2 ساعت دیگر می توانیم غذا بخوریم. ولی هرگز او را به این اندازه کند ندیده بودم و به ویژه چاق. آنقدر که دیگر توی اتاقک فروش بلیط جا نمی شود. اتاقک برای او خیلی کوچک شده است. آمیزه این دو تغییر حیات است که مرا سخت به حیرت انداخته است. چاق و پرجلال، سنگین و شکوهمند. در سیک 3 تا فیل هست. 2 تا بزرگ و یکی کوچک. میترسم مادرم به بزرگی و چاقی از همه بزرگترشان شود. میدانم و نمیدانم چه دارد پیش میآید. در 3 سالگی مثل خانه شدم با 2 اتاق. در اتاق اولی بازی و فکر میکنم و از رفتن به اتاق دوم میپرهیزم. اگر حاضر نیستم وارد آن شوم، به این دلیل است که خوب میدانم توی اون اتاق چی وجود دارد. به این علت میدانم توی اون اتاق چیست، چون خودم را توی آن میاندازم. توی اتاق دوم، اتاق پایینی، هر چی را میبینم و مناسبم نیست میاندازم. به طور مثال به دنیا آمدن برادر کوچکی را. راستی مردم چه میگویند؟ بدبختی هیچ وقت تنها نمیآید. برادر کوچولو به دنیا میاد و چند دقیقه بعد پشت سرش یکی دیگر. 2 بدبختی که قار و قور میکنند و جیغ و دادشان. خدا میداند چرا. قند توی دل همه آب میکند. اسمشان را گذاشتم پلیک و پولوک. با حکمی فرمان روایانه تصمیم میگیرم که پلیک و پولوک میتوانند به طور موقت در قلمرو من ساکن شوند. ماه‌ها میگذرد. منتظر میمانم. زیر نظر میگیرم. من زن گرگ و دایه پلیک و پولوک هستم. آنها پدر و مادرم را عرض کردند. ولی بقیه چیزها را که همه چیز است تغییر ندادند. نرمی دستهای بندباز را روی پیشانیم. عطر یاس را که خانه را اشباع کرده. جاذبه صورتی رنگ شهرهایی را که سحرگاه وارد آنها میشوم. نه، واقعا پلیک و پولوک چیز زیادی را در قلمرو من زیر و رو نکردند. من 7 ساله‌ام و آنها 4 ساله. آنها را برای 1 ساعت به دست من میسپارند. گروه کوچکم را سرجم میکنم. ژوزه هست. پسر رام کننده حیوانات و کلارانس و سلیا. دخترهای چابک سوار سیرک پلیک و پولوک را میبرم سر حوضچه پشت کلیسا. فکر کردیم وقتش رسیده آنها را غسل تعمید بدهیم. برادر کوچولوهایم جلوتر از همه میروند. به خود میبالند که در رأس دسته قرار دارند. جلوی حوضچه که میرسیم شروع میکنیم به خواندن دعای پدر ما. بعد دوقلوها را توی آب کفالود سبز حوضچه میاندازیم. پدرم بیدرنگ سر میرسد. 2 دست پشمالو توی آب فرو میرود و 2 بسته لباس خیس و نعره‌زن را از آن بیرون میکشد. بعد هم 2 دست که پشت سر هم ضربه هایی به ما تحتمان میزند. فردا به دادگاهی که در محوطه چادر سیرک برپا شده احضار میشویم. بزرگترها روی پله های جایگاه نشستند. ما را وسط دایره میگذارند و محاکمه شروع میشود. وقتی این سوال محکوم کننده مطرح میشود که چی باعث شد در صدد برآیید آنها را غسل تعمید بدهید، پاسخ به طور دست جمعی داده میشود. دلقک باعث شد. او ماجرای غسل تعمید مسیح را در آبهای رود اردن و کبوتری را که پس از آن بالای سرش به پرواز درآمد برایمان تعریف کرده است.
میخواستیم کبوتر روح القدس را روی سر دوقلوها ببینیم. بعد هم منتظر آمدن خود روح القدس پس از غسل دادن آنها باشیم. همه سرها برگشت به طرف دلقک متدین. به دوره درخشان آموزش‌های مذهبی او در همانجا خاتمه داده شد. در دهکده‌ها 2 یا 3 روز بیشتر نمی‌ماندیم. بنابراین فرصتی برای پیدا کردن کشیش یا مدرسه نداشتیم. خواندن و نوشتن و بقیه چیزها در خانواده فرا می‌گرفتیم. دلقک به ما شریعت درس میداد و به ما میگفت چه چیزهایی را باید یاد بگیریم تا روزی که لباس سفید را به عنوان همسر کوچک مسیح به تن می‌کنیم و رسما به آیین کاتولیک در میاییم آنها را اجرا کنیم. 1 ساعت در هفته. بعد از ظهرها ما را در کاروانش جمع می‌کرد و انجیل را می‌گشود. گاهی هنوز آرایش و لباس اجرای برنامه سیک را به تن داشت. این موضوع برای من عجیب نبود. عادت کرده بودم او را با این لباس و سر و وضع ببینم. از طرفی از دلقک‌ها می‌ترسیدم. یا بهتر بگویم نسبت به آنها دغدغه داشتم. بله، همیشه برای دلقک‌ها دغدغه داشتم. و ترسی از اینکه برنامه‌شان مورد پسند قرار نگیرد و تماشاچیان گاه نخندند. این موضوع در نظرم وخیم‌تر از افتادن بندباز هنگام اجرای برنامه بود. برنامه دلقک خشونت‌آمیز است. از کارهای خشن تشکیل می‌شود. اگر آدم خوب دقت کند، افتادن، بلند شدن، دوباره افتادن، گریه کردن، خود را به خریت زدن و همه بدتینتی‌های مردم روزگار را به خود جلب کردن و درست موقعی که می‌خواهند آدم را لگدمال کنند، خربازی را به خنداندن تبدیل کردن، کار دشوار و خشنی است. به نظر من لباس دلقکی‌اش و تعلیماتی که به ما میداد به هم می‌آمد. انجیل را می‌خواند و گاهی هم با حرکات و صورت و دست‌ها صحنه‌ها را مجسم می‌کرد. وقتی ادای زن زیبا و معطر را در می‌آورد، با آن بازوان نرم مانند برگ درخت‌ها، با آستین‌های رنگارنگش که در فضا در نوسان بود، حتی کاری می‌کرد که گیسوان این زن را در عالم خیال ببینیم و ببینیم چگونه در برابر مسیح تعظیم می‌کند و چگونه موهای بلندش را روی پاهای مرد جوان می‌گستراند. از روزی که از آن ماجرای حوضچه اتفاق افتاد، کلاس تعلیمات دینی تعطیل شد. اطلاعات من در مورد آیین‌های مذهبی در همانجا، یعنی به این سگانه مسحور کننده ختم شد. عطر، پاهای برهنه و گیسوان بلند. دخترهای کوچولو توی رخت خواب به چی فکر می‌کنند؟ به چشم‌های گرگ مانند شاهزاده رویاها، به قدیس‌های آسیب‌پذیر مثل دلقک‌ها و به گیسوان بلندی که روزی خودشان خواهند داشت. ساعت 5:15 صبح است. بیدار می‌شوم و انگار بخواهم در جشنی شرکت کنم. خودم را آماده می‌کنم. توالتی سرسری و گربه‌وار، لیف خیسی به صورتم می‌کشم. حمام گرفتن را می‌گذارم برای بعد از ظهر. کمی عطر به خودم می‌زنم. نگاهی به گنجه لباس‌هایم می‌کنم. دو دلم. سرانجام تصمیم می‌گیرم پیراهن آبیم را بپوشم و مطمئن و شاد می‌روم به سراغ ورق‌های سفید کاغذ. همانطور که در گذشته به طرف آب می‌رفتم، 2-3 جمله‌ای برای بررسی وضع جوی روی کاغذ می‌آورم. اوضاع رو به راه است. می‌روم درون این سفیدی که سراپایم را در بر می‌گیرد. جز سرم که بیرون از آن شناور است. از صندلی و میز دور می‌شوم. هتل روی ساحل نقطه‌ای بیش نیست. شناورم. زمزمه قلم روی کاغذ همراه با موج‌های سیاه مرکب که می‌رود و می‌آید برایم لالایی می‌خواند. دیر می‌خوابم و زود بیدار می‌شوم. خیکی می‌خواباندم و خودش هم بیدارم می‌کند. کمبود خوابم را بعد از ظهر جبران می‌کنم. هرگز ندانستم بعد از ظهرها را صرف چه کاری بکنم. آنچه تغییر کرده صبح هاست. مدت زیادی به آن بی‌توجه بودم. به رغم انزجار پدرم. صبحها زودتر از ساعت 11 از بستر بیرون نمی‌آمدم. به مادرم میگفت دخترت هم به همان راهی می‌رود که تو رفته‌ای. مادرم خیلی اهل خواب بود. پرنده‌ها سحر بیدار می‌شوند و می‌خوانند. پدرم جزو آنها بود. امروز از خودم میپرسم این اختلاف ساعت بیدار شدن میان پدر و مادرم به وخامت طلاق نیست. این را با گوش کردن به خیکی یاد گرفتم. شادمانی و خوشبختی در یک نوت تنها نهفته نیست. شادمانی آن چیزی است که در 2 نوتی که با هم تلاقی می‌کنند وجود دارد. بدبختی وقتی است که نوت عوضی نواخته می‌شود. چون نوت شما با نوت همسرتان در هم نمی‌آمیزد. خطرناکترین جدایی‌ها میان مردم در همین نکته نهفته است، نه در جای دیگر. در ضرب آهنگ‌ها. من همیشه کسایی را که صبح زود بیدار می‌شوند، حتی در تعطیلات، و کسایی را که قرن‌ها در بستر می‌مانند، به طور غریزی از هم تمیز دادم. بیدرنگ از گروه اول وحشت داشتم.
همیشه از کسانی که به جنگ زندگیشان میروند میترسم. انگار جز کارها را سریع و زیاد انجام دادن چیز مهم دیگری برایشان وجود ندارد. مادرم را همه آنچنان دوست داشتند که نیازی نداشت همه ساعتهای روزش را به انجام کاری اختصاص دهد. میگویند دنیا از آن سحرخیزان است. این آدم‌ها به دیگران میفهمانند که دنیا با آنها تعلق دارد و به این جنب و جوش روزانه‌شان مباهات می‌کنند. ولی وقتی همه آدم را دوست دارند، دیگر دنیا برایش بی‌اهمیت است. خیلی کمتر نیاز دارد جایی در آن برای خودش دست و پا کند. مادرم میان امواج عشق شناور بود. پدر و مادرش خیلی عزیز و دردانه‌اش کرده بودند و مردها همگی تحسینش می‌کردند. او نه مجبور بود چیزی را ثابت کند و نه بسازد. می‌توانست ساعت‌ها به طرز نامعقولی در بستر بماند. مادرم به دنیا اعتقادی نداشت و من هم که دخترش هستم همینطور. او فقط به عشق اعتقاد داشت و موقعی که آدم جز به عشق به چیز دیگری اعتقاد ندارد، صبح‌ها بی‌حال و حوصله است. میان ملافه ها میماند چون عشقش آنجا حضور دارد یا اینکه اصلا عشقی در کار نیست. این روزها اگر صبح‌ها زودتر از پرنده ها بیدار میشوم از روی آزمندی است. از رخت خواب میروم به سراغ مرکب. مثل همند. هر دو یک نوع آسایش برای آدم فراهم میکنند. مثل خیکی. اگرچه هزاران نوت را روی کاغذ آورده، هرگز دردسر زیادی برای خودش فراهم نکرده است. پارتیتازها، کانتاتها، سوناتها، مسها، کنسرتوها همگی شبیه همند و به شکل دلپذیری تکرار میشوند. هرگز از طبیعتش فاصله نگرفته. هرگز آنچه را سحرخیزان میگویم باور نداشته که آدم باید به خودش عذاب بدهد. از جلدش خارج شود تا قدم توی دنیا بگذارد. خیکی هیچگاه از گلوله شدن و خوابیدن میان نوت‌ها و آهنگ‌ها دست بر نداشته است. اگر آدم خوب به تصویر باغ نگاه کند، هم گربه چاقی را میتواند در آن بیابد و هم نهنگ بزرگی را. وقتی به موسیقی او گوش میکنم، مثل این است که توی وان پرآبی لغزیدم. سرم را زیر آب فرو کردم و در انتظار شنیدن صداهای بیرون هستم. آنهایی که توی بستر میمانند یا توی وان پرآب مثل همند. آنها میگذارند آواز نهنگ‌های آبی رنگ و گریز شاهانه زمان که سپری میشود تا قلبشان رخنه کند. خیلی با بچه‌ها حرف میزنند. شب و روز با آنها حرف میزنند. از خوبیشان، از زندگی و از مرگشان با آنها صحبت میکنند. به ویژه از مرگشان. بچه کسی است که شب و روز به او اعلام میکنند مرگش نزدیک، قطعی و طلب شده است. بزرگ شو. عجله کن بزرگ شوی. یا بمیر و ما را به حال خودمان بگذار. کودکی مثل قلبی است که تپش‌های زیادی سریع آن آدم را میترساند. همه کار شده که این قلب از حرکت باز بماند. معجزه اینجاست که به رغم همه اینها به تپیدن ادامه میدهد. معجزه این است که هیچ کس هیچ وقت نتواند بگوید خب دیگر بالاخره رسیدیم در این سن، در این لحظه. نه بچه‌ای وجود دارد، نه موزارتی، نه رمبویی و نه آدم بزرگسالی. همه بچه‌ها موزارت نیستند. ولی موزارت همه دوران کودکی است. روشی است برای رقصیدن روی آب و طریقه‌ای برای خوابیدن روی پرتگاه. همه بچه‌ها رمبو نیستند. ولی رمبو همه دوران کودکی است. علاقه معصومانه است به حیله‌گری و شادمانی برای مکث‌های بین دو قطعه موسیقی و برای سنگ‌های درخشان. 10 ساله بودم که توی پلکانی در کرتی با موزارت و رمبو آشنا شدم. موزارت اسمش ژولین است. 11 سال دارد. رنگ پوستش مثل گرگ من سیاه است. پدر و مادرش اهل مارتینیک هستند. پدرش یک دست بیشتر ندارد. دست دیگرش در کارخانه لای ماشین رفته است. مستمری از کار افتادگی دریافت می کند. 7 نفرند و همگی باید از محل همان بازوی از رست رفته نام بخورند. رمبو 12 ساله است. صدایش میزنند مومو. نه سفید است نه سیاه. مثل ماسه طلایی است. پدرش اهل کابیل است و مادرش اهل بروتانی. توی محله یک بقالی دارن که کارهای تعمیر کفش، ابزار فروشی، نانوایی و خیلی چیزهای دیگر را هم انجام می‌دهد و همه این حرفه را در اتاقی به بزرگی یک تمبر پست اداره می‌کنند. پس از لیموژ دیگر گریز نمی‌زنم. این ایالت خیلی کوچک است.
گربه‌های ژاندارمری خیلی زود مرا به چنگشان میگیرند. منتظر میمانم. از تعطیلات گذشته‌ام استفاده میکنم و به استراحت میپردازم. رنگ‌های پاییزی خود را نشان میدهند. سیرک به زودی برنامه‌های زمستانی‌اش را آغاز خواهد کرد. هنوز کمی از گرمای تابستان باقی مانده. خیلی کم. وارد حومه پاریس میشوم. به کرتی. کافی است آدم نگاهی به ساختمان‌های آنجا بکند. جان می‌دهد برای گریختن. حتی می‌شود گفت برای همین کار ساخته شده‌اند. این همه چهره و هیچ کس برای دیدنشان. این همه بچه و هیچ کس برای تربیت کردنشان. سرزمین دلخواهی است برای فرار. چادر بزرگ سیرک به رنگ قرمز خونی همه بچه‌ها را به خود جلب می‌کند. سیرک برای اجرای 2 برنامه 3 روز آنجا می‌ماند. بچه‌ها می‌آیند و حیوانات را بو می‌کنند. به یراق‌های طلایی لباس‌ها دست می‌کشند و به تماشای این آمیزه افتخار و تنگ دستی که خاص همه سیرک هاست می‌پردازند. بچه‌ها دل و جرأت پیدا می‌کنند. میان کاروان‌ها پرسه می‌زنند. اگر فراموش کرده باشند در کاروانی را قفل کنند، وارد آن می‌شوند. می‌نشینند به تماشای ما که داریم غذا می‌خوریم یا رخت می‌شوییم. موزارت ژولین را خیلی زود کشف می‌کنم. می‌شود گفت تقریباً حرف نمی‌زند. سوت می‌زند. یا به عبارت بهتر، بغبغو می‌کند، جیک جیک می‌کند، آواز می‌خواند. می‌تواند آواز 10 پرنده را تقلید کند، بیان که حتی یکی از آنها را دیده باشد. نواری شامل آوازهای پرنده‌های اروپا لالایی تمام دوران خردسالیش بوده است. یکی از برادرهایش آن را در اتومبیلی یافته بود. پدر و مادرش آن را برایش پخش می‌کردند تا بخوابد. از آن پس شده از سلطان تقلید. چهچه و آوازهای خشمگینانه پرنده‌ها را در فصل جفتگیری به سبک خودش اجرا می‌کند. برعکس، رمبو مومو حرف می‌زند. حتی می‌شود گفت خوب حرف می‌زند و خیلی زیاد. واژه‌هایش را در روزنامه‌ها و کتاب‌های کهنه‌ای که توی سطل زباله می‌اندازند پیدا می‌کند. دارد زندگی‌نامه مرلین مونرو را می‌خواند. زنی زیبا و موطلایی که خود را کشت. چون دوستش نداشتند. رمبو با طمطراق می‌گوید یا زیادی دوستش داشتند. وقتی می‌گویم اسم کوچکم مرلین است، سخت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این 2 پسر هیچگاه از هم جدا نمی‌شوند. وقتی یکیشان را می‌بینم، صدای آن دیگری را هم می‌شنوم. طبیعی است، چون رمبو و موزارت از یک خانواده‌اند. همخون، با همان استعدادها برای یک زندگی بی هدف و با همان شادی بی پایان. گریزهایم را برای ژولین تعریف می‌کنم. او به زندگی در سیرک بیشتر علاقه نشان می‌دهد تا به گریزهایم. حال آنکه این نوع زندگی برای من پیش پا افتاده است، شیرها و گرمای خفقان‌آور نورافکن‌ها، شیپور دلغک‌ها و بوی پهن برای من همان اندازه آشنا و خودمانی است که گربه، نور آبی رنگ تلویزیون و رایحه گل کلم توی پله‌ها برای او. مومو بهتر به حرفهایم گوش می‌کند. آدم وقتی چیزی را دوست دارد به آن گوش می‌دهد. ماجرای فرارهایم و به ویژه اسم کوچکم. جادوی اسم کوچکم. عشق مرا در دل مومو می‌اندازد. روز پیش از عزیمت سیرک از آنها تقاضا می‌کنند کمکم کنند. ساده است. در کرتی تا دلتان بخواهد جا برای بی سر و سامان‌ها هست. پارکینگ‌های زیرزمینی دارد، ولی تاریک و خطرناکند. انباری‌ها بهترند. میگویند یکی از آنها را اشغال کرده ایم. پس از مدرسه و در تعطیلات تابستانی در آن بازی می‌کنیم. جای خنکی است. هیچ کس نمی‌داند مال کیست. پس مال ماست. از 1 سال پیش کلبه ایمان است. 2 تا صندلی، 1 میز، 1 رادیو ترانزیستور، 1 تشک، مقداری شمع. همه وسایل راحتی در آن مهیا است. اگر بخواهی مال تو. فردا با سیرک حرکت می‌کنم. خاطرشان جمع است که در رخت خوابم توی کاروان خوابیدم. مادرم توی اتاقک کامیون کنار پدرم نشسته است. با لباس رفتم توی رخت خواب. ساکی را هم که لوازمم در آن است آماده کردم.
سر اولین چراغ قرمز میزنم به چاک. دوان دوان به طرف ساختمان ها برمیگردم. آواز پرنده‌ای به من خوش آمد میگوید. 5 دقیقه بعد در خانه هم هستم. زیر خروارها بتون. فقط برای خوابیدن به انباری میروم. ژولین و مومو نزدیک ساعت 10 مرا تا آنجا اسکورت میکنند. هر یک چراغ قوه‌ای در دست دارد. چون در این ساختمان ها روشنایی تفننی است. یا دست کم به نظر من اینطور میآید. بیشتر ساکنان این ساختمان ها بیکارند. هنوز نمیدانم که برای مردمان تهیدست همه چیز قاچاقی و دزدکی است. حتی ضروریات زندگی. به ویژه ضروریات اولیه. نان و همچنین آب و روشنایی. اگر بتوانند بابت هوایی که این آدم‌ها تنفس می‌کنند پول می‌گیرند. در حال حاضر من یک ملکم. با 2 شهسوار در خدمتم. پتو و ملافه و لوازم تزیینی را برایم از توی خانه‌هایشان دزدیدند. خانه رویایی برایم ساختند. وقتی آدم را دوست دارند، خانه روی زمین به او تقدیم می‌کنند. منظور از خانه سنگ و آجر نیست. عشق است. یک انباری هم می‌تواند خانه رویایی باشد. در این انباری خوابی شیرین و آرام دارم. مثل خوابی که گرگم برایم فراهم می‌کرد وقتی با هم گپ می‌زدیم. خوردنی‌ها را مومو برایم از مغازه پدرش کش می‌رود و ژولین گاهی مرا به خانه‌شان دعوت می‌کند. در آنجا هیچ کس نمی‌پرسد کی هستم و کجا سکونت دارم. وقتی جا برای 7 نفر باشد، برای 8 نفر هم هست. روز و بخشی از شب را توی کوچه‌ها هستم. مثل بسیاری از کسانی که در آنجا سکونت دارند. توی زمین‌های خالی با توپ بازی می‌کنیم. این طرف و آن طرف می‌دویم. من ناپیدایم. می‌دانم که ناپیدایم. شناختن بچه‌ای میان 10 بچه دیگر ناممکن است. همانطور که تشخیص موجی میان همه امواج. کودکی همه تفاوت‌ها را در همهمه گریزان و بیشمار می‌پوشاند. مثل اقیانوس. چنان خوشحالم که حساب روزها از دستم در رفته است. تا بروز فاجعه. فاجعه 3 نام دارد. باران، مدرسه، عشق. باران بچه‌ها را از پارک‌های عمومی می‌راند. گهگاه بعد از ظهر اینجا و آنجا دعوتم می‌کنند. ولی ناچارم مدت زیادتری را در انباری بگذرانم. مجله‌هایی را که مومو برایم می‌آورد می‌خوانم. داستان ملکه‌ها و ورزشکارها. مدرسه هم مثل باران همان ناراحتی‌ها را می‌آفریند. پرنده‌های همسن و سال مرا می‌پراکند. زمین‌های بازی را سر ساعت خالی می‌کند و سرانجام عشق. مومو می‌خواهد با من عروسی کند. یک شب طوفانی از من خواستگاری می‌کند. ساعت 2 بعد از نیمه شب است که دستش شقیقه چپم را به ملایمت نوازش می‌کند. بیدار می‌شوم. ژولین پشت سرش ایستاده. هر 2 پسر لباس‌های پلیخوریشان را پوشیدند. باید چیزی را به تو بگویم، مرلین. ژولین آن را به جای من خواهد گفت. ژولین نیم ساعت چهچه می‌زند. صدای سرخگلو. بلدرچین را تشخیص می‌دهم که با آواز پرنده‌های دیگر آمیخته است که من نمی‌شناسمشان. همه پرنده‌های اروپا به ستایشم برخاستند. از من دلربایی می‌کنند. حالا ژولین می‌رود پی کارش و مومو روی 4 پایه‌ای می‌نشیند. من توی رخت خوابم دراز کشیدم و مومو مثل قهرمان‌های داستان‌های مصور رفتار می‌کند. حرف می‌زند. از آینده‌مان حرف می‌زند و از اسم‌هایی که برای بچه‌هایمان انتخاب خواهیم کرد و از اژدهاهایی که بر آنها چیره خواهیم شد. اژدهای پول و اژدهای عادت. گهگاه حرفش را قطع می‌کند تا روی من خم شود و گردنم را به نرمی ببوسد. گردنم را که خنک است. من چیزی نمی‌گویم. تکان نمی‌خورم. توی رویا جایم گرم و نرم است. کمی لبخند می‌زنم. آن اندازه که خواب از سرم نپرد. اژدهایی پیش بینی نشده در چارچوب در پدیدار می‌شود. مادر مومو است در لباس خانه همراه با دربان و یک مأمور پلیس. اولین برخوردم با مادر شوهرم کم و بیش سرد است. دنبال پدر و مادر مرلین می‌گردند. وقتی سر می‌رسند توی کلانتری من و مومو را می‌بینند که کنار هم نشسته و به خواب رفته‌ایم. سر من روی شانه راست مومو است. خشم پدرم آزارم نمی‌دهد. پیش بینی شدنی است. جزو تاوانی است که باید پس بدهم. چشم‌های سرخ شده مادرم هم نیست. قیافه مومو است. وقتی می‌فهمد مرلین اسمش مرلین نیست. این را خوب توی چشم‌هایش می‌خوانم.
از مقام ملکه‌ای به درجه کلفتی نزول میکنم. در مرکز شهر، در 500 متری هتل یک نوشت افزار فروشی هست. خیلی کوچک است. 4 تا خودنویس، 2 تصویر از قدیس‌ها و 3 کتاب خاک گرفته توی ویترینش دارد. میتوانم بروم توی کتاب فروشی بزرگ آن روبرو. ولی نه، این یکی را ترجیح میدهم. جایی که چیز کمتری وجود دارد، بیشتر میابم. یک بند کاغذ میخرم و همراه با آن عکس چاپ شده‌ای از یک نقاشی‌های تورنر. به طور حد در آن کتاب فروشی بزرگ متوجه آن نمی‌شدم. چشم‌اندازی است کنار دریا، آمیزه‌ای از نورها، بعضی‌ها تیره و گرفته، بقیه آسمانی. این تصویر در حد کمال است. آن را روی میز به دیوار تکیه دادم. برایم کار آینه را می‌کند. وقتی روشنایی حقیقی، همان که نقاشان نومیدانه تلاش می‌کنند روی تابلوهایشان نشان دهند، هر روز صبح از درزهای کرکره به درون می‌تابد، دیوار بالا سر تخت خوابم را راه می‌کند. به من می‌گوید باز کن، زود باش باز کن. چیز نامنتظری در انتظارت است. چیز نامنتظر روز است. متفاوت با همه روزهای دیگر. در مورد جزئیات و نکات چشم تیزی دارم. می‌توانم شگفتی‌های کوچک را ببینم. حتی می‌توانم بگویم جز اینها چیز دیگری را نمی‌توانم ببینم. به طور مثال این گل‌ها را. امروز چیزی ننوشتم. رفتم در جنگل گردش کردم و این گل‌های سرخ را آنجا یافتم. آنها را چیدم چون رنگشان مرا به یاد نوار سرخی انداخته است که بندباز هنگام اجرای برنامه به موهایش می‌بست. اتاقی را که در آن گل‌های تازه وجود نداشته باشد، برای مدت زیادی نمی‌توانم تحمل کنم. گیاهان چیز دیگری هستند. یک گیاه در اتاق حضوری زیادی مطمئن را می‌پراکند. مثل حضور یک زن و شوهر. برای ذوق و سلیقه من کمی سنگین است. واقعی این گل‌ها برای تمام روز کافی است. شاید جمله‌ای مثل این به نظرتان غم‌انگیز بیاید. خب اگر اینطور باشد از شما گله‌مندم. چون این گل‌ها حرف می‌زنند، آواز می‌خوانند. به همان اندازه باغ اتاقم را از شادمانی لبریز می‌کنند. تازه زیاد هم ناراحت نیستند. خیکی در این لحظه دارد نفس نفس می‌زند. باید باتری‌های پخش صوتم را عوض کنم. عجله‌ای نیست. من همیشه نسبت به چیزهایی که از کار می‌افتند سهل‌انگار بودم. امکان دارد هفته‌ها طول بکشد تا طبقه‌ای را که افتاده سر جایش نصب کنم. لامپی را که سوخته عوض کنم. یا نامه‌ای برای قطع رابطه بنویسم. خیکی منتظر می‌ماند. کمبود گفت و شنیدش را چندان احساس نمی‌کنم. گل‌ها جای آن را پر کردند. مثل دختران کلی جوانی هستند با پیراهن‌های قرمز که با پاهای برهنه توی آب وراجی می‌کنند. با مرکب چیزی نمی‌نویسم. با سبکبالیم می‌نویسم. نمی‌دانم منظورم را خوب می‌فهمانم. مرکب را می‌خرم. برای خریدن سبکبالیم مغازه‌ای وجود ندارد. یا به سراغم می‌آید یا نمی‌آید. بستگی دارد. وقتی هم که نمی‌آید باز اینجا حضور دارد. می‌فهمید؟ سبکبالی همه جا هست. در تراوت گستاخانه باران تابستانی، روی بالهای کتابی که پایین بستری رها شده، در همهمه ناقوس‌های صومعی به هنگام نماز، همهمه کودکانه و پرطنین، در اسم کوچکی که هزاران هزار بار زیر لب زمزمه شده، مثل جویدن برگ علفی در افسون نوری سر پیچ جاده مارپیچی در ژوارا، در تهیدستی سونات‌های پرپرزن شوبرت، در مراسم بستن کرکره‌ها به روی شب، در لکه ظریف آبی، آبی پریده، آبی تیره روی پلک‌های یک نوزاد، در شیرینی باز کردن نامه‌ای از مدت‌ها پیش در انتظارش بودن و لحظه‌ای خواندنش را به تعویق انداختن، در صدای ترکیدن بلوط‌ها روی زمین و در سر خوردن ناشیانه سگی روی برکه‌ای یخ بسته. توصیف سبکبالی را به همینجا خاتمه می‌دهم. می‌بینید همه جا هست و اگر در این حال کمیاب است، به شکلی باور نکردنی کمیاب، به علت نداشتن هنر دریافتن آن است. خیلی ساده. پی بردن به آنچه همه جا در اختیارمان گذاشته شده است. از دور میبینمش. تازه کارش را شروع کرده. به طرفش میدوم و کارنامه‌ام را که نمره‌هایم و تعریف و تمجیدها به خط هر یک از آموزگارها در آن یادداشت شده توی هوا تکان میدهم. عددها و کلماتی است که درباره دخترش صحبت میکنند. مثل ستاره‌ای که بالاترین سرنوشت را داشته باشد.
ستاره دنباله‌داری در آسمان خاکستری دانش. گاهی پیدایش نمی‌کنم. به خانه برمیگردم و از مادرم میپرسم آنجا سر کارش هست یا نه. وقتی پاسخ مثبت میشنوم، برمیگردم و آهسته‌تر راه میروم تا پیدایش میکنم. توی گوری فرو رفته است که با دستهای نیرومندش کنده شده و هر 10 ثانیه بیل پر از خاکی را به آسمان میپراند. وقتی چشمش به من میافتد، دست از کار میکشد. بیلش را در خاک درخشان فرو میکند. سیگاری میگیراند و به من میگوید گوشم به تو است، کوچولو. من هم نمره‌هایی را که در این سلس در درس‌های لاتین، انگلیسی و فرانسه گرفته‌ام برایش می‌خوانم. چه نمره‌های درخشانی مثل سنگ‌های قیمتی، 15، 16، 17. اظهار نظر آموزگارها پرشور و اشتیاق است. 2 نقطه ضعف، 2 سایه ظریف، در ریاضی و در علوم طبیعی. اینها تنها نمره‌هایی هستند که پدرم به آنها اشاره می‌کند. فقط 2 تا که درباره آنها به من تذکر می‌دهد. بعد بدون هیچ لبخندی بیلش را بر می‌دارد و به کندن و بیرون ریختن خاک و بیرون ریختن و کندن ادامه می‌دهد. این تأثیری است که حرفای نامهربانش در من می‌گذارد. روحم را حفر می‌کنند و هر بار در پایان هر سلس کمی خاک حاصلخیز، کمی شادی از آن بیرون می‌کشند. انگار این گودال انتهایی ندارد. اشک‌هایی را که در چشم‌هایم جمع می‌شود نمی‌بیند. این افتخار را به او نمی‌دهم. آنها را فرو می‌خورم و بعد توی آشپزخانه، جایی که مادرم منتظرم است، بیرون می‌ریزم. بازوهایش را دور بدنم حلقه می‌کند و مثل دختر بچه‌ای که دیگر نیستم، روی سینه‌اش فشار می‌دهد. دلداری دادن‌های گذشته‌اش را بیشتر دوست داشتم. موقعی که گیسوانش بلند بود. در این حرکت روی سینه فشردنش، گیسوانش روی صورتم جاری می‌شد، مثل آبی شیرین و لطیف. بعدها فهمیدم، ولی حالا هم می‌دانم. پدرم به بیماری سختی مبتلا شده. در زندگی چندین بیماری هست. مادرم به طور مثال بیماری همه چیز را سرسری گرفتن دارد. بیماری سبکی است که به هیچ یک از کارهای حیاتی آدم لطمه نمیزند. بیماری پدرم علاج ناپذیر است. بیماری کمال طلبی. همه چیز باید به خوبی انجام شود و خوبی نیست. هرگز، هرگز. این بیماری برای اطرافیان هم ناراحت کننده است. ظرف 1 سال با آن پی بردم. دیگر به طرفش نمی‌دوم. کارنامه‌ام را می‌گذارم روی بوفه و منتظر نمی‌مانم اظهار نظرش را بشنوم. شنیدن چیزی که آدم از پیش می‌داند ناممکن است. می‌روم به مادرم می‌پیوندم. در برابر این همه بیخبری فقط می‌زنم زیر خنده. تغییرهای بسیار در زمانی اندک. گیسوان مادرم که زیر قیچی آرایشگر می‌لغزد، سائق مدرسه شبانه روزی که رویم فرو می‌افتد و سیر که دور می‌شود. و همه اینها طی 2 روز. پدر و مادرم توی کاروان مدیر سیرک ایستاده‌اند. من پشت سرشان روی صندلی دسته‌داری از نی نشسته‌ام. برای 1 بار هم که شده، پدر و مادرم قیافه آدم‌های خطاکار را دارند. دست‌ها پشت سر، پاهایی که اندکی می‌لرزند و صدایی نامطمئن. صاحب سیرک لهستانی است. فرانسه را حرف نمی‌زند، می‌بلعد. تطبیق دادن زمان‌ها و صرف افعال کار آسانی نیست. او در این زبان دشوار فعلها را فقط به صورت مصدر به کار میبرد. 4 تا گیلاس از نوشگاهش بیرون میآورد. 1 آب پرتقال برای من و 3 گیلاس ودکا برای خودشان. خواستن یخ؟ نه. هیچ کس یخ نخواستن. آن وقت مثل 1 وحشی غیر متمدن یک راست میرود سر اصل مطلب. اولا پاییز، زمستان سری، بنابراین کمتر نیاز به کارگر. ثانیاً دختر همیشه فرار، همیشه ژاندارم، ادامه ناممکن، حیثیت سیرک بد، ثالثاً پول کمتر در صندوق، نیاز به رام کننده، به بندباز، به دلقک هست، کمتر نیاز به شما، پس مرخص. از من کینه به دل نگرفت. نه، کینه از تو به دل نداشت. 2 ساعت پس از این گفت و شنود، پدرم اعلامی را در روزنامه می‌خواند. شهری که قرار است سیرک به آنجا برود، دنبال 1 گورکم می‌گردد. حقوق خوب، خانه سازمانی چسبیده به گورستان. فردا پدر و مادرم کار و کاسبی مربوط به جشن را ترک می‌کنند و می‌روند دنبال کار و کاسبی مربوط به عزا. کارکنان سیرک کمکمان می‌کنند اساسمان را به خانه‌ای منتقل کنیم که چسبک‌ها سراسر آن را پوشانده‌اند.
حیاطی بزرگ، بخاری دیواری، پلکانی مارپیچ برای رفتن به سالن و اتاقهای خواب، چشماندازی روی جنگل پشت قبرها. خلاصه خوشبختی و نامطمئن بودن سرنوشتم. مدرسه شبانه روزی قرار است اشتیاقم به گریز را تخفیف دهد، ولی تا مدتی. جز دستمزد پدرم درآمدی نخواهیم داشت و مدرسه شبانه روزی هم گران تمام می شود. پدر و مادرم کسب اطلاع می کنند. شهرداری حاضر است برای این کار کمک هزینه‌ای به آنها بدهد. روز اول اکتبر سوار اتوبوسی خواهم شد و به مدرسه راهنمایی سنت آتیس خواهم رفت. در 30 کیلومتری اینجا قرار دارد. پدرم به من توضیح می دهد. برای مدت 1 سال امتحانم می کنند. فقط در پایان هر سولس به خانه برمیگردم. شنبه‌ها و یکشنبه‌ها در خانه خانومی که مدرسه به او مادر تعمیدی میگوید پانسیون میشوم. این خانم در تعطیل پایان هفته بچه‌ای را که خانهشان خیلی از مدرسه دور است در برابر پول کمی در خانه‌اش میپذیرد. 30 کیلومتر. نمیدانستم مدرسه انقدر دور است. پدر و مادرم براندازم میکنند. منتظر طغیانی، آه و ناله‌ای یا دست کم ابراز تعجبی از طرف من هستند. ولی چیزی جز یک لبخند عایدشان نمیشود. موضوعی دستگیرم شده است. موضوعی اساسی، حتی می شود گفت کشفی بزرگ. دریافتم که دیگر هیچ کس، هیچ وقت به هیچ کاری وادارم نمی کند. هیچ کس، هرگز، به هیچ کاری. در مورد مدرسه شبانه روزی خواهیم دید. روشی را یافتم. خیلی ساده است. هم برای مدرسه شبانه روزی به کارم خواهد آمد و هم در آینده برای ازدواج، برای شغل، برای همه چیز. روش من این است. خواهیم دید. برای رفتن به مدرسه راهنمایی زیر باران شدید از اتوبوس پیاده می شوم. راننده راه را نشانم می دهد. 300 متری اینجاست. اگر بدوید امکان دارد کمتر خیس شوید. نمی دوم. خیلی آهسته راه می روم. در بزرگ، خیابان‌های شنریزی شده و درخت‌های کهنسال را نگاه می کنم. روی برکه‌های کوچکی که از باران ایجاد شده خم می شوم. تصنیفی روحوزی را زیر لب زمزمه می کنم. آب آسمان شادم می کند و شادی را از هر جا که بیاید با آغوش باز استقبال می کنم. موها، لباسها و افکارم هیچ کدام خشک نمانده. مدرسه راهنمایی ساختمان قدیمی مزرعی است از قرن 18. سنگ‌های طلایی در محاصره علف‌های سبز، در ظل چپ خوابگاه‌ها، در ظل راست اقامتگاه خواهران مذهبی. وسط کلاس‌ها و وسط حیاط نمازخانه کوچکی مثل اتاق نگهبانی یک سرباز. بانی خانه آنجا زیر گنبدی شیشه‌ای آرمیده است. 102 ساله بوده است. سنت آنیس. یا آنطور که دخترها اسم گذاری کردند، گنبد شیشه‌ای مقدس. 70 سال پیش در گابون مرده است. 32 ساله بوده است. یک خواهر مذهبی در گابون چه کار داشته؟ یک راز است. توضیح رسمی این است. نیکوکاری. این توضیح به مرموز بودن قضیه می‌افزاید. من سر در نمی‌آورم نیکوکاری یعنی چی؟ خیلی وقتها به من گفتند برای خیر و صلاح و این حرف بی‌اعتنایم کرده است. ولی در اینجا قضیه به طور حتم از همان قرار نیست. مگر اینکه منظور خیلی ساده بدی نکردن باشد. و این خودش خیلی زیاده است. مدیر مدرسه که مرا میپذیرد چهره بچگانه دارد. از من دعوت میکند به قدیسه جوان ادای احترام کنم. طوری درباره او با من حرف میزند که انگار بیمار رو به مرگی است. صدای آهسته، با رعایت احتیاط در انتخاب کلمات، به جز در مورد خاطر نشان کردن موضوع خاصی. وقتی این موضوع را تذکر میدهد صدایش بلند و سرشار از غرور میشود. نگندیدن جنازه، همینطور که میتوانم ملاحظه کنم، نشانه بارز مقدس بودن است. وقتی این قدیسه را 8 سال پس از مرگش نبش قبر میکنند، صورتش دست نخورده باقی مانده، صاف و بیچین و چروک. حتی لبخندی هم گوشه لبانش مشاهده شده. لبخندی که هنگام مرگش، همانطور که تصویری از او درست پیش از خاکسپاری کشیدن نشان میدهد. گوشه لبانش نبوده. من قبول میکنم. در برابر این همه ستایش و پرستیدن حرفی ندارم بزنم.
و سر و وضع فلاکت بارم. سر تا پایم خیس است. موهایم مثل رشته‌های پنبه به هم بافته روی سرم آویزان است و بوی سگ پیر خیسی را می‌دهم. به من اجازه نمی‌دهد درباره مقدس بودن هر کس که می‌خواهد باشد تردیدی به خودم راه دهم. ولی به فکر پدرم می‌افتم و با آنچه در مورد شغلش به من گفته است. یک روز او را همراه ملاقات کننده در انتهای گورستان می‌بینم. نزدیک می‌شوم. ملاقات کننده مرد جوانی است به سبک سالهای 30 که چون خانواده‌اش نتوانسته بود کرایه قبر و جایش را بپردازد، از گور بیرونش کشیده بودند تا در گورستان عمومی خاکش کنند. مرد جوان نسبتاً زیبایی با ریش و عینک، دست نخورده، مثل چوب خشک. پدرم برای اینکه سیگاری دود کند، او را ایستاده به صلیبی تکیه داده بود. به من میگوید خیلی وقتها اتفاق میافتد که جنازه اینطور سالم و دست نخورده باقی بماند و این موضوع به جنس خاک بستگی دارد. گاهی اشاره آهسته نوک بیلی آنها را به خاک تبدیل می‌کند. شاید به همین دلیل بوده که خواهر مقدس شیشه‌ای را زیر سرپوش بروری گذاشتند. تقدس آسیب‌پذیر است. خانواده‌هایی که جانشان از دست دخترهایشان به لب رسیده، آنها را به این مدرسه می‌فرستند. و خود خواهران مذهبی هم آنجا ریاضت می‌کشند. دیری که به آن وابستند، افسرده‌ترینشان را به این محل دورافتاده فرستاده تا خوب ضبط و ربط شوند. از قضا این دنیای کوچک خوب با هم جفت و جور شده است. بچه‌های یتیم با هم کنار می‌آیند. 15 دختر در هر خوابگاه. 14 نفر تا ساعت 2 صبح دور تخت من جمع شدند تا به ماجراهایی که درباره جسدها تعریف می‌کنم که بیشترشان را هم از خودم درآوردم گوش دهند. داستان‌های مربوط به گریزهایم و زنده شدن مرده‌ها پاک خسته‌مان می‌کند. به طوری که آموزگارها سر کلاس بین ساعت 8 تا 10 صبح شاگردهایی را می‌بینند که نمونه نزاکت و درایتند. پس از ساعت 10 صدای گرم و آفتابی دبیر فرانسه ما را هوشیار می‌کند. راسین، لافونتن، پاسکال، مونتنی و بقیه از مقبره‌های بزرگ ادبیات بیرون می‌آیند تا به قلب‌های نوجوان ما وارد شوند. هفته‌ها می‌گذرند. بعد ماه‌ها و سال‌ها. من در مدرسه شاگرد نمونه‌ام، به جز در مورد ریاضیات و علوم طبیعی. نسبت به زبان دانشمندان و حسابدانان خبری کششی در خود احساس نمی‌کنم. گفت و شنید ملایم فرشته‌ها، زمزمه خفیف شعرهای 12 هجایی و تعیین خشن زبان لاتین را ترجیح می‌دهم. دیگر گریز نمی‌زنم. توی کتاب‌ها غرق می‌شوم. دیگر اسمی برای خودم اختراع نمی‌کنم و جز در یک مورد دروغ نمی‌گویم. وانمود کردم یهودیم تا از حضور در کلاس تعلیمات دینی معاف شوم. به این واقعا نمی‌توان گفت دروغ. یهودی اسم گرگ است. در نبودنم دوقلوها نوع جدیدی از فاجعه را اختراع کردند. لباس‌ها و اسمهایشان را با هم عوض می‌کنند و به کاسبکارها کلک می‌زنند. مادرم با خنده همیشگیش وارد مغازه‌ها می‌شود. مثل همه جای دیگر. توضیح می‌دهد. من 3 تا بچه دارم. یکی از دیگری ناآرام‌تر. هرگز نتوانستند سر جایشان بند شوند. دختر بزرگم از خانه می‌گریخت و دوقلوها اسمهایشان را با هم عوض می‌کنند. چه توقعی دارید؟ سرنوشت من این است. من روح‌های سرگردان به دنیا آوردم و به روش همیشگیش می‌خندید. بیان که متوجه شود فقط خودش است که این کارها را بامزه می‌پندارد. ولی پدرم غمگین می‌شود. این را خوب متوجه می‌شوم. می‌دانم که مرده‌ها دستی در این قضیه ندارند. او همانطور که در گذشته صندوق‌ها، طناب‌ها و چادر سیرک را جابجا و باز و بسته می‌کرد، با آنها رفتار می‌کند. آنچه کسلش می‌کند زنده‌ها هستند و به ویژه یکی از آنها که زیادی به خانه ما سر می‌زند. موقعیت ساده است. مادرم در یک گلفروشی کار پیدا کرده است و گلفروش هم مادرم را پیدا کرده. در سیرک 10-15 نفری بودند که دور و بر مادرم می‌پلکیدند. در حال حاضر 1 نفر بیشتر نیست. از دوری اوضاع را بررسی می‌کنم. 3 ماه به 3 ماه. در کتاب‌هایی که می‌خوانم از این ماجراها زیاد است. در یکی از شعرهای پاول الوار مادرم را باز می‌یابم. یا دست کم بازتابش را. شعر خیلی قشنگی است. 17 ساله‌ام و خیلی دوست دارم مردی یک روز چنین شعرهایی برایم بسراید. حقیقت این است که دوست داشتم و حقیقت این است که دوست دارم. روز به روزش انگار بار اول باشد. به سراغم می‌آید. تأسفی ندارم. از دیروز چیزی نمی‌دانم. پیشرفتی هم نخواهم کرد.
دلم میان 10 تا 17 سالگی یک جریان هوای واقعی است. با آن داخل میشوند، از آن بیرون میروند. در دفترچه‌ای صورت این آمد و شدها را یادداشت کردم. الیزابت گرانویل یکی از نادر دخترهایی است که تعطیل آخر هفته را به خانه‌شان برنمیگردد. مادر تعمیدی هر دوی ما یکی است. الیزابت گرانویل معجزه کوچکی است. هر اندازه نمره‌های بد بیشتری می‌گیرد، دبیرها بیشتر لبخند تحویلش می‌دهند. از آن نوع دخترهایی است که زندگیش را آدم دوست دارد. پرستوی گمشده‌ای در کلاس، روی صندلی نشسته، بالهایش را جمع کرده و منتظر آمدن بهار است. انشاهایش را من برایش می‌نویسم. در امتحان‌ها کمکش می‌کنم. در عوض همیشه کنارم می‌ماند. در خوابگاه، در ناهارخوری، در کلاس، در همه جا. همین اندازه که خودم را کنار این دختر حس می‌کنم، حالم خوب است. احساس سرمستی می‌کنم. پوست سفیدش را دوست دارم و چشم‌های سبز و گیسوان بلندش را و عادتش به حقیقت گویی را، حتی اگر به ضررش باشد. زمزمه‌های عاشقانه ما دخترهای نوجوان را از خود بیخود می‌کند. حتی اگر به اندازه آن قدیسه زیر شیشه گوشه‌گیر باشیم. خیلی درباره پسرها حرف می‌زنیم. الیزابت گرانویل تنها کسی است که پسری را از نزدیک دیده. چنان نزدیک که به قول خودش نزدیک بود مادر شوم. این رازگویی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پس در مدرسه ما هم یک جادوگر داریم و هم یک قدیسه. خواهر آدریان درباره‌اش داستانی تعریف می‌کنند و هم شادمانه و هم غم‌انگیز، مثل زندگی که آدم دلش می‌خواهد آن را روی کاغذ بیاورد. عاشقی که مدت‌ها منتظرش بوده، مدت‌ها آرزویش را داشته. درست در روزی که می‌خواسته عشقش را به او ابراز کند، در یک حادثه تصادف اتومبیل سر از بدنش جدا می‌شود. خواهر آدریان یک هفته تمام سحرگاه به محل حادثه می‌رفته و چشم‌انداز را تماشا می‌کرده است. در پایان هفته حلقه نامزدی را توی گودال کوچکی پیدا می‌کند. طلای سفید در جعبه‌ای سبز. شب می‌رود توی کلیسایی در یک روستا و حلقه را به انگشت مجسمه گچی مریم مقدس که در آنجا بوده می‌کند. 1 ماه بعد در صومعه‌ای را می‌کوبد. خیلی این داستان را دوست دارم. از همان داستان‌هایی است که در چشم‌های گرگم می‌یافتم. خواهر آدریان ملایم‌ترین و دوست داشتنی‌ترین فردی است که می‌توان یافت. هیچگاه کلمه‌ای را به صدای بلند ادا نمی‌کند. وقتی ما را در پرحرفی‌های شبانه‌مان غافلگیر می‌کند، نکوهشمان نمی‌کند. لبخند زنان نگاهمان می‌کند. آب نباتی، لقمه غذایی، گیلاس شراب سیبی از ما می‌پذیرد. بیشتر وقتها با غذاهایی که دخترها دوشنبه از خانه‌هایشان می‌آورند، سفره پیکنیکی پهن می‌کنیم. سپس به همان بی سر و صدایی که آمده می‌رود. هرگز صدای آمدنش را نمی‌شنویم. انگار با 2 بال کوچکی که زیر لباس پنبه‌ای خاکستری رنگش پنهان است، در چند میلیمتری زمین می‌لغزد. ماریز نوشالون، او همان به اصطلاح مادرخوانده‌مان است. من و الیزابت را از جمعه شب تا صبح دوشنبه در خانه‌اش می‌پذیرد. هنوز جوان است. یا دست کم از چشم دخترهای جوانی که ما باشیم او پیر نیست. 40 سال است. او یکی از اولین شاگردان مدرسه شبانه روزی بوده. بعد ازدواج کرده، طلاق گرفته و حالا زندگیش از راه تعلیم آواز می‌گذراند. او آزادی کامل به ما می‌دهد. فقط در مورد رعایت ساعت صرف غذا و شستن دست و پاهایمان به مجرد ورود به خانه‌اش گذشت ناپذیر است. خودش چندین بار در روز حمام می‌گیرد. چیزی که ما را می‌خنداند، خانم نوشالون، بس که خودتان را می‌شویید آخر سر مثل صابون آب می‌شوید. او هم می‌خندد. آدم‌های کمی هستند که بلد باشند به خلبازی‌هایشان بخندند. به جز وسواس شدیدش به رعایت بهداشت، آدمی است که نمی‌توان سر از کارش درآورد. برایمان تعریف می‌کند که به خاطر یک تغییر لحن طلاق گرفته. ازدواجم 3 سال دوام آورد، تا روزی که تغییر لحنی در صدای شوهرم پیدا شد. البته دروغ نمی‌گفت، بدتر از آن. حالت سردی که در رفتارش هنگام حرف زدن احساس می‌شد. همه چیز به خاطر موضوع کوچکی تصمیم گرفته شد. یک دل‌آزردگی. چون ما وقتی می‌خواستیم به مهمانی خانه دوستمان برویم، وقت زیادی برای لباس پوشیدن و آماده شدن صرف می‌کردم.
بیدرنگ فهمیدم که همه چیز میان ما تمام شده است. به خودم گفتم زندگی کوتاه است و هیچ دلیل ندارد آدم آن را کنار چنین کسی بگذراند. دلیل مهمی برای سرزنش کردن او نداشتم، به جز این صدایی که ملایمت از آن حذف شده بود و جز حالت خودمانی سهلنگارانه چیزی در آن نمانده بود. به طور خلاصه موضوع جزئی، ولی عشق در همین جزئیات نهفته است، نه در جای دیگر. شما دخترها جوان هستید، دوست داشتنی. به زودی از جنگل درس خواندنها بیرون می‌روید و به محوطه باز زندگی می‌رسید. در آن می‌رقصید، گریه می‌کنید. در آن همه چیز را می‌یابید و از دست می‌دهید. گاهی همزمان. در این زندگی از همه چیز می‌توان چشم پوشید. چشم پوشیدن فریبنده ترین طریقه از دست دادن است. همه چیز مگر یک چیز. آنچه می‌خواهم به شما بگویم گفته مادر بزرگم است. چند ساعتی پیش از مرگش این را به من گفت. زنی بود روستایی، تنها زن کمونیست دهکده‌اش. در تمام عمر بدبختی به سرش باریده بود. بچه معلول. یکی دیگر که در اردوگاه کار اجباری مرد. بیماری و فلاکت‌ها انگار از آسمان می‌بارید. یک روز آن موقع 12 یا 13 سال داشتم. از او پرسیدم: مامان بزرگ، چه چیزی در زندگی از همه مهمتر است؟ جوابش را فراموش نکردم. فقط یک چیز در زندگی به حساب می‌آید کوچولو، و آن نشاط است. هیچ وقت اجازه نده کسی آن را از تو بگیرد. او می گفت نشاط، گمان می کنم آدم‌های مذهبی بگویند شادمانی. ولی مادر بزرگم با این گونه آدم‌ها نشست و برخاستی نداشت. از آن پس با این شوهر زندگی کردم. در واقع شوهرم هرگز نفهمید به چه علت از او جدا شدم. با این همه خیلی ساده بود. وقتی ازدواج کردم، نشاط در قلبم بود. اگر طلاق گرفتم به این دلیل بود که تهدید میشد از دلم پر بکشد. باستین اورمن دختر عموی الیزابت است. به خاطر اوست که در دل شب جشن و سرور راه میاندازیم. و این از نادر لحظاتی است که او اندک چیزی به دهان میگذارد و میخورد. باستین به اشتهاست. نان فرشته ها را میخورد. یعنی هیچ. یعنی باد هوا. پدر و مادرش مزرعه دارند. در خانه آنها کسی حرف نمیزند. آنچه را نمیگویند میبلعند. مادرش تمام پیش از ظهر را در آشپزخانه به تکه کردن مرغ‌ها، پوست کندن خرگوش‌ها، به هم زدن سس‌های درست شده با شراب و پختن نانشیرینی‌هایی با هلو و آرد برنج می‌گذراند. هر بار به خانه آنها دعوت می‌شوم مریض برمیگردم. مادرم مرا به این پرخوری‌ها عادت نداده است. خودکشی نه غذا خوردن. 3 ساعت 4 ساعت سر میز غذا. و مادر باستین که در نقش کشنده آدم‌ها را در دست ندارد، در تعارف کردن تحمل ناپذیر و در خیرخواهی بدخواه است. دائما میگوید بخورید دیگر. این را همه میدانند که در سن و سال شما آدم همیشه گرسنه است. باز هم بخورید. اینها 4 اسم اول صورت اسامی منند. اسمای دیگری هم هست. پدر و مادرم هیچ یک از آنها را نمیشناسند. چون دائما خانواده‌ام را ترک میکنم. میدانم خانواده یعنی چه. ترکیبی از آب چشم و آب گندیده. بچه وقتی مدتی در آن ماند، چاره‌ای ندارد جز اینکه راهش را بکشد و برود. دیگر برایش ممکن نیست حرفایش را به خانواده بفهماند. چون زیادی او را میشناسند و در این حال دیگر نمیشناسندش. پدر مادرم از دل 17 ساله من چه میدانند؟ کم و بیش هیچ چیز. با آنها از این چهره‌هایی که بیرون از محیط خانواده به سویم آمدند و به همان اندازه یک خانواده به زندگیم روشنایی میبخشند حرف بزنم. چنین کاری به طور حتم ناممکن است. پدرم عجله دارد شغلی انتخاب کنم. مادرم به او میگوید هنوز وقت کافی برای پیدا کردن کار دارم. و گل فروش سر همه غذاها حاضر است. مثل یک پیوند. مثل جوانه وحشی که پیوند خورده و گرفته. حرف مادرم را تایید میکند. گوش به حرفهایشان نمیدهم. نگاهشان میکنم. پدر، مادر، گل فروش. یکی خشمگین میشود، دیگری میرقصد و سومی امیدوار است. نمیتوان در آن واحد هم گوش کنم و هم نگاه کنم. واژه‌ها یک چیز را میگویند و حضورها چیزی دیگر. بله، واقعا وقتش شده بروم به دنیایی وسیعی که میسوزد و شکوفا میشود. رومن را توی این صورت جا انداختم. رومن کروک. در واقع یک فراموشی نیست. این اسم پسری است که با او در خانه ماریز نوشالون وقتی 3 روز به سفر رفته بودم برای اولین بار آشنا شدم.
خواهرزاده ماریز است. 22 ساله و دانشجوی حقوق. هیچ چیز بامزه یا متأثر کننده یا بدخانه درباره او نمیتوانم بگویم. رومن پسر مهربانی است و الیزابت میگوید شانس آوردم. چون اولین آشنایی همیشه ناراحت کننده است و خاطره بدی به جا میگذارد. خب پس بخت با من یار است. رومن پسر خشن و بیادبی نیست. از اینکه بگذریم هیچ سر در نمیآورم این دوستی ها چرا باید نقش چنین مهمی در افراد داشته باشد؟ عشق قضیه کوچکی است. نباید راز بزرگی از آن ساخت. با این همه پیشرفت میکنم. حالا میدانم که آدم میتواند کارهایی بکند بیان که بفهمد چرا این کارها را میکند. رومن در زندگی هم چیزی به شمار نمیآید. کم و بیش هیچ چیز. و با این همه با اوست که تصمیم گرفتم به این دنیا قدم بگذارم. آخر ژوئن مرا میبرد پیش پدر و مادرش و بخشی از تعطیلاتمان را با آنها میگذرانیم. اوایل اوت میرویم به پاریس. پاریس. طوفان نمیگذرد. رومن روز به روز بیشتر واله و شیدای من میشود. انگار یک قانون است. مثل قانون ثقل. هر قدر به من بیشتر سردی نشان میدم او آتشش تندتر میشود. کنجکاوی مرا به اینجا کشانده و همان هم باعث ماندنم شده است. پس این من هستم که چنین وضعی را به وجود آوردم. این قسم‌آیه ها برای من است و من این نامه های 20 صفحه‌ای که رومن هر شب می نویسد و صبح با آن پرتقال و قهوه تقدیمم می کند. راستش را بگویم این نامه ها اندکی کسلم می کند. 5 صفحه‌ای که می خوانم کنارشان می گذارم. رومن از خواندن آنها سیر نمی شود. حتی به اندازه‌ای به نظرش زیبا می آید که تصمیم می گیرد آنها را به صورت کتاب درآورد. یکی از آخرین شب‌های ماه ژوئیه است. با پدر و مادر زیر درخت‌های زیسفون جلوی خانه شام می‌خوریم. رومن موقع خوردن دسر تصمیمش را اعلام می‌کند. تغییر مسیر. می‌خواهد به ادبیات رو بیاورد. باید در خانواده افرادی هم که سردفتر نباشند وجود داشته باشد. من چشمهایم را به قطع کیک آلویی می‌دوزم که جلوام است. پدر و مادر ساکت می‌مانند. سنگینی نگاهشان را روی خودم حس می‌کنم. پدر آرام و موقرانه از جا برمیخیزد. شانه‌های پسرش را میگیرد و رو به من میکند. اجازه میدهید دختر خانوم؟ میخواهم 2 کلمه با رومن حرف بزنم. میروند توی دفتر کاری که ماهیخانه دارد. من همچنان در تماشای بشقابی هستم که جلو رویم است. آلوها را یک به یک میشمارم. مادر گلویی صاف میکند. سرفه میکند. تنگ آب را بر می دارد. بعد بلند می شود و می رود به آشپزخانه. من می مانم و حشره‌هایی که روشنایی چراغ‌ها آنها را به خود می کشاند. دفتر کار دور نیست. گوش می خوابانم. ابتدا صدای آهسته پدر، بعد صدای لرزانتر پسر. ناگهان صدایی بزرگ. و حالا همهمه‌ای مثل همهمه بادی ضعیف کنار برکه ها. رومن سر به راه، رومن مهربان. به علت کم آوردن در استدلال زیر سیگاری کریستالی را برداشته و به ماهیخانه پرتاب کرده است. شیشه شکسته، آبها در اتاق پخش شده، ماهی‌ها روی فرش بالا و پایین میپرند. ماهی کوچولوی آبی و سبز روی مخده قدیمی و خانوادگی در حال احتضار است. 4 نفری من و رومن و پدر و مادرش توی اتاق ایستاده ایم. آب تا زانوهایمان میرسد و ساکت همدیگر را نگاه میکنیم. من میزنم زیر خنده. رومن را در آغوش میگیرم و مدت زیادی او را میبوسم. مدت زیادی. این بار کنجکاوی جایش را به عشق میدهد. آدم چگونه میتواند عاشق کسی نشود که روی قرنها جدیت و سلیقه سیل راه انداخته؟ کوکی وارد این تابلو میشوم. طرز غذا خوردنم، حرف زدنم، ساکت شدنم، خندیدنم و لباس پوشیدنم را محک میزند. نگاه‌های تأسف‌بارشان ابتدا متوجه رومن میشود. متوجه ریشی که تازه دارد در میآید. لباس‌های پرچین و چروکش. این اصراری که دارد هر لحظه دست به کمر من بیاندازد.
من روی چهره متبسم پدرش چنین می‌خوانم: دوام نمی‌آورد. چندان بد هم نیست که سردفتر آینده با آدم‌های بی سر و پا هم آشنا شود. مادرش یک قدیسه است. باز هم یک قدیسه. ولی یکی سرپوش شیشه‌ای قبرش را در زنده بودنش ساخته است. اینجا هر کسی از فروتنیش تعریف می‌کند. از پیشرفت‌های درخشانی که به خاطر کمک به مردمان تیره روز از آنها چشم پوشیده. پیشرفت‌هایی که بیشک به او قول داده شده. در خانواده کروک پیشرفت و ترقی امری قطعی است. از اوج کمالی که به دشواری کسب کرده مرا برانداز می‌کند و من خوب در چشمهایش می‌خوانم. این پتیاره حقه قلابش را در گلوی پسرک فرو کرده. بیشتر از یک تابستان دوام نخواهد آورد. بگذاریم طوفان بگذرد.